مجدداً در نمایشگاه کتاب مهمان عزیز دیگری داریم و با افتخار جناب آقای یاسین نمکچیان، ژورنالیست فرهنگ و هنر، دعوت ما رو پذیرفتن، لطف کردن به ما و میخوایم در رابطه با کتاب و رسانه در عصر ارتباطات با ایشون صحبت بکنیم. من همینجا خیلی راحت میخوام مستقیم برم سراغ اصل مطلب. اول که مرسی واقعا که دعوت ما رو پذیرفتین. به عنوان فعال و ژورنالیست در فضای رسانه شما مشغول هستین. ما انتشاراتمون فضای کتاب به شکل ویژه خیلی فاصله داره با رسانه. این فاصله برای چیه؟ و اگر بخوایم ریشه یابی بکنیم، چون یادمه قدیما الان روزنامه هایی هستش که قبلا بود که مثلا فلان مؤلف فلان کتابش چاپ شد، این اتفاقات توی رسانه مرسوم بود، از یه جایی به بعد گم شد دیگه، انگار که لودش رو انداختن سمت خود صنعت نشر که ناشرا این کار رو انجام بدن و دیگه به شکل ویژه‌ای ما نمیبینیم که ارتباطی باشه بین کتاب نویس، کتابخوان و فضای رسانه. این فاصله از کجا شکل گرفت و اصلا بخوایم ریشه یابی بکنیم علتش چیه؟ قبل از هر چیز منم سلام بگم خدمت شما، لطف کردید. منم اول سلام بگم خدمتتون، لطف کردید که دعوتم کردید. واقعیتش خیلی نکته مهمی رو اشاره کردید. اون چیزی که الان ما در رسانه ها میبینیم در موضوع کتاب، اینه که کتاب واقعا در حوزه رسانه خیلی محجوره و دلیل محجور بودنش هم این هست که متاسفانه رسانه های ما بنا به دلایل مختلفی با کتاب میانه ندارن. در واقع اینجور خدمتتون عرض کنم که رسانه داری عموما یک کار فرهنگی به حساب میاد. در سالهای خیلی دور هم نه 20 سال 30 سال پیش کارکرد رسانه در درجه اول کار فرهنگی بود، یعنی رسانه باز میشد که کار فرهنگی انجام بشه. اما از یک جایی به بعد رسانه به بنگاهداری نزدیک شد. مدیرانی وارد عرصه رسانه شدند که بیشتر از اون که به کار فرهنگی بخوان اهمیت بدن، به اقتصاد و درآمدزایی اهمیت میدادند. یعنی رسانه رو بهانه‌ای کردن برای انجام کار اقتصادی خودشون. این خیلی چیز بدی نیست، البته خب اقتصاد همیشه مهمه، اما دغدغه وقتی جاش رو عوض میکنه، دغدغه فرهنگی تبدیل به دغدغه اقتصادی میشه، طبیعتاً در این مابین خیلی چیزها نادیده گرفته میشه و چون از اساس کتاب هم و برای اهالی رسانه، برای بنگاهداری رسانه خیلی اقتصاد نبود، خیلی پولساز نبود، عملا روش مانوری ندادن. از بین این همه رسانه‌ای که الان منتشر میشه خیلی تک و توک وجود داره، رسانه‌هایی که خاص کتاب باشن، ویژه کتاب باشن و به کتاب بپردازن. یک مورد مهمش همینه، موردیه که مدیران رسانه‌ای ما بیشتر از این که به کار فرهنگی اهمیت بدن، به موضوع اقتصادی اهمیت میدن و فرهنگ رو به ویژه کتاب رو نادیده بگیرن. موضوع دومش اینه که خیلی از رسانه‌ها بر اساس نیازها و سلیقه‌های مخاطبشون کار میکنن. در انواع و اقسام خبرهایی که مربوط به سلبریتی‌ها هست در حوزه سینما و موسیقی، ترجیح میدن رسانه‌ها کاری رو پیش ببرن که مخاطب ذائقه‌اش با اون آشناتره و جورتره. به همین خاطر همیشه خب کتاب در اولویت‌های چندم قرار میگیره. یعنی اگر یک روز یک خبر خیلی مهم در رابطه با کتاب باشه و یک خبری در رابطه با مثلا سینما باشه، یک خبر درجه دو، ترجیح کسانی که در حوزه رسانه دارن کار میکنن در بخش فرهنگ و هنر این هست که اون بخش سینما و موسیقی رو پوشش بدن که طیف مخاطبان گسترده تری دارن. موضوع مهمتر دیگه این هست که با رشد نشریات توی این 2 دهه اخیر متاسفانه روزنامه‌نگارانی وارد عرصه فرهنگ و هنر شدن که خیلی عمیق نگاه نمی‌کنن به قضیه، از اساس با موضوع کتاب بیگانه‌اند، یعنی شناختشون شناخت کم عمقی هست و به همین خاطر
نمیتونن خیلی دقیق پوشش بدن، نه اینکه وجود نداشته باشه. ما روزنامه‌نگاران حوزه کتاب بسیار خوبی داریم، بسیار موفق هستن، کارهای خوبی ارائه میدن، اما محدودن. یعنی شما اگر بخواید مثلا یه آماری بگیرید از کسایی که دارن توی زمینه کتاب اطلاع رسانی میکنن، نقد مینویسن، یادداشت مینویسن، خیلی زیاد نیست، محدود هستن کسایی که دارن توی این عرصه کار میکنن، در صورتی که مثلا در بخش‌های اجتماعی، سیاسی و مثلا اقتصادی ما با طیف زیادی خبرنگار روبرویم که عموما حوزه‌هاشون رو هم میشناسن، یعنی کسایی هستن که هم سیاست رو میشناسن هم اقتصاد رو میشناسن. اما در بخش فرهنگ و هنر خیلی این اتفاق وجود نداره، علی‌رغم اینکه حوزه پرمخاطبی است، علی‌رغم اینه که خیلی از دوستان خبرنگار دوست دارن تو این حوزه فعالیت بکنن، اما متأسفانه شناخت کافی در رابطه با کتاب رو ندارن. این مجموعه این عوامل باعث شده که کتاب تو این سالها از اساس از بدنه رسانه ما حذف بشه و اگر هم حذف نشده باشه خیلی خیلی محجور واقع شده باشه. چند تا نکته توی صحبت‌های شما بود که برای من خیلی جالب بود. ما اگر بخوایم فضای رسانه رو به تاریخش نگاه بکنیم، اونها هم کار نشر انجام میدادن، کار چاپ انجام میدادن و توی دکه‌های روزنامه فروشی و جاهای دیگه‌ای روزنامه‌هاشون رو میذاشتن. بعد از یک مدتی متوجه شدن که دیگه صرفه نداره، مخاطب دیگه نمیاد از دکه روزنامه بخره و وارد فضای دیجیتال شدن. الان اتفاقا خبرگزاری هایی هستن، یعنی بخش اقتصادی خیلی مهمه، چون مردم که دنبال خبرن، مثل همین اتفاقی که مردم دنبال دانشن، از توی کتاب دنبال رمان‌های خاص هستن، دنبال چه توی فضای سرگرمیش چه توی فضای آموزشیش دنبال مطلبن. بخوام اینجوری بگیم مطلب کلمه درست‌تریه، دنبال مطلب هستن. و حالا روزنامه ها که الان ما از فضای رسانه بهش اشاره میکنیم سویچ کردن، اومدن توی فضای دیجیتال، الان مخاطبشون رو دارن، اتفاقا میتونن تحلیل بکنن، اتفاقا میتونن بررسی بکنن و همچنان به اون رسالته که مطلب هست، حالا شاید به عنوان بنگاهداری شما بگین که دارن میرن به اون سمتی برخی از رسانه ها که خب برای حیات و مماته، یعنی اون مجموعه دیده که دیگه براش صرفه اقتصادی نداره و رفته به سمتی که بتونه وجه اقتصادی هم براش داشته باشه که بتونه سر پا بمونه. این سمت ناشرها نه تنها فاصله شون، ببین یه وقتی هست من باید بگم که آقا من الان میخوام فلان خبر رو کار بکنم و حالا برم سراغ به عنوان یک گزارشگر، به عنوان یک ژورنالیست، برم خودم دونه دونه با ناشرها صحبت بکنم که یک مطلبی رو بدم بیرون که مخاطب براش جذاب باشه. این یک پارامتره، یک وجهه ماجراست. یه وجهه ماجرای دیگه اینه که من ناشر ارتباطم رو با اون رسانه حفظ بکنم یا این ارتباطه رو قطعش بکنم. دو تا حالت دیگه، یا گزارشگر همونطوری که شما فرمودین دیگه تمایلی نداره به اینکه واقعا یک خبرنگار یه خبری در بیاره که مخاطب بخونه و بمب خبری باشه در فضای فرهنگی و در فضای نشر. یه بخش دیگه هم اینه که من ناشر ارتباطم رو قطع کردم با رسانه. از اون سمت که شما فرمودین این خبرنگاران شاید برخیشون فضا رو عوض کردن و به سمت دیگه ای رفتن، حالا شاید واقعا دانش کافی هم برای اینکه توی این عرصه داشته باشن و قلم بزنن نداشته باشن. اما یک ساید دیگهش بخش این نشر دیگه، یعنی من ناشر چقدر فاصله گرفتم با رسانه. این فاصله دلیلش چی بوده؟ این همون اتفاقی که توی عرصه رسانه خدمتتون عرض کردم به نظرم توی بخش نشر ما هم افتاده. از این همه نشری که الان ثبت شده هستند و در ظاهر دارن کار میکنن، خب طیف وسیعشون غیر فعالن و اون بخشی هم که دارن کار میکنن به چند بخش تقسیم میشن. حالا ما میتونیم مثلا بگیم یک بخشی که خیلی غیر حرفه‌ای دارن کار میکنن و یه بخشی هم هستن که غیر حرفه‌ای دارن کار میکنن، بنا به دلایل دیگه‌ای وارد حوزه نشر شدن. اما من مهمترین دلیل، حالا چیزهای دیگر رو اگه نادیده بگیریم، اینه که
جامعه‌ای که کتاب رو تولید میکنه از ناشر گرفته تا بقیه بحث تبلیغ برای کتاب رو نمیشناسن. یعنی فکر میکنن یک محصولی که تولید شده باید به دست کتابخون برسه، در صورتی که الان واقعا اینجوری نیست. اگر در دهه 60 مثلا فلان کتاب دیده میشد، در اون موقع 10 تا کتاب در سال چاپ میشد، 20 تا کتاب چاپ میشد. مثلا 10 تا مجموعه شعر چاپ میشد، توی اون مابین 5 تاش دیده میشد، 20 تا رمان چاپ میشد، 10 تاش دیده میشد. اما الان قضیه فرق کرده. الان سالانه ما هزاران عنوان مجموعه شعر چاپ میشه، هزاران عنوان داستان چاپ میشه، رمان چاپ میشه. توی علوم سیاسی کتاب‌های مختلف چاپ میشه، روانشناسی چاپ میشه. شما برای اینکه بتونید این رو عرضه بکنید و به دست مشتری برسونید، به چیزی به اسم تبلیغ نیاز دارید. تبلیغ باید وجود داشته باشه تا بتونه این محصول رو معرفی بکنه به جامعه، معرفی بکنه به مخاطبش، به مصرف کنندش و شناخت پیدا کنه. مثل خیلی چیزهای، کالاهای دیگه‌ای که الان توی جامعه تولید میشه، اونا به واسطه تبلیغ میان خودشون رو معرفی میکنن. کتاب هم دقیقاً یک کالای مصرفیه، باید براش تبلیغ در نظر بگیرن، کارهای دیگه در نظر بگیرن تا بتونه به دست مصرف کننده برسه. متاسفانه خیلی از ناشرای ما اصلا به این قضیه اهمیت نمیدن و شناختی از این بابت ندارن. شما اگر کارهای ناشرای بزرگ رو الان دنبال کنید، اونایی که موفق شدن روی بازاریابی و تبلیغشون کار کردن. به حوزه بازاریابی و حوزه تبلیغات خیلی علم قدیمی نیست، توی همین سالها، توی همین یکی دو دهه رشد کرده و الان داره استفاده میشه ازش و هی داره رو به جلو میره. ناشرای ما بخش عمدهشون متاسفانه از حوزه بازاریابی و حوزه تبلیغ جا موندن، آشنایی پیدا نکردن هنوز و نمیدونن که چجوری باید یک کتاب رو براش مخاطب تعریف بکنن، چجوری این رو بازارسازی بکنن، چجوری برندینگش کنن، چجوری به دست مخاطب برسونن. همه این عوامل باعث شده که این اتفاقی که شما فرمودید پیش بیاد. من به نظر من مهمترین اتفاقی که الان در این زمینه وجود داره همین بحث تبلیغات و بازاریابی هست که خیلی از ناشرای ما بلد نیستن و معمولا هم با شکست روبرو میشن. در تکمله صحبت شما میخوام اشاره بکنم، چون شما ژورنالیست فرهنگ و هنر هستین، یک گریزی بزنیم به فضای تئاتری. تئاتر ایران از سالها قبل خاکخوری بود برای اینکه افراد برن به سمت سینما و حالا اونجا بتونن سلبریتی بشن و پول در بیارن. توی سالهای گذشته اما یک اتفاق خیلی عجیب و غریبی افتاد. خود تئاتر شد منبع درآمد از مدل تبلیغات. تئاترهای متفاوتی رو دیدیم که بیلبورد میرن، سالن‌های پر دارن. تئاترهای متفاوتی رو میبینیم که الان توی فضای مجازی تبلیغات گسترده دارن و دارن از توی همون تبلیغات مخاطبشون رو میکشونن توی سالن و دیگه اگر ما سالنی رو داریم خالی میبینیم در واقع مال اینه که تبلیغاتی صورت نگرفته. من یادم هست، واقعا دوست دارم به خاطرات خودم هم یه گریزی بزنم، یک اجرایی بود از یک دوست عزیزی که اسم نمیبرم، 50 تا بازیگر داشت و با این تفکر که این 50 تا اگر توی صفحه اینستاگرام خودشون هر کدومشون بتونن 5 نفر رو برای من بیارن از دوستاشون توی این سالن، خب کار من انجام شده دیگه. یعنی 250 نفر من اینجا دارم دقیقاً و این اتفاق برای من اتفاق ویژه‌ایه. ضمن اینکه حالا تبلیغات متفاوت دیگه‌ای هم داشت و من یه ذره فکر کردم، دیدم که چقدر توی فضای تئاتر که الان ما داریم می‌بینیم آدم‌ها، مخاطبان تئاتر بیشتر شدن نسبت به قبل. سابق بر این شکلی بود که شما باید یک تفکر خاص می داشتی که میرفتی تئاتر نگاه بکنی، حالا توی تئاتر خودت هم ژانر خودت رو انتخاب بکنی. اما تبلیغات توی اون عرصه فرهنگی هم یک انقلابی رو رقم زد. الان ما تئاترایی رو داریم می‌بینیم. یک تئاتری رو من فکر می‌کنم پارسال رفتم، 1 سال اجرا شده بود و فکر می‌کنم هنوزم ادامه داره که تهیه کنندش هم سجاد افشاریان اگر اشتباه نکنه. خب این یک اتفاقه، یعنی تبلیغاته تونسته کمک بکنه یک صنعتی که شاید محجور مونده بود خودش کشیده بالا، الان پیدا کرد. دقیقاً الان اومده رو و مخاطب پیدا کرده و مخاطب عام دیگه مخاطب خاص نیست
برای کتابخوانی هم همچنان این فرهنگ هست که مخاطب خاصه، در صورتی که اصلا این شکلی نیست به نظر من اصلا. و مخاطب عامه. فقط شما باید بتونی محصولت رو به دستش برسونید، دقیق معرفی بکنید. ببین الان دقیقاً همینیه که شما فرمودید. یک بخش دیگه ای کار هم اینه که الان تئاتر با رشد سالن‌های خصوصی، اون سالندار، اون مجموعه‌ای که دارن کار تولید میکنن باید روی پای خودشون وایسن، کمکی از جایی گرفته نمیشه. رانت حذف شده، چیزهای دیگه حذف شده و باید خودش پولساز بشه، باید به این شگردها رو بیاره. تا زمانی که اگر کمکی از جایی گرفته میشد، اگر اتفاقی میافتاد سالن دولتی بود، شاید اونا هم فکر نمیکردن مثلا یک راهکاری برای برون رفت از این وضعیت پیدا بکنن. اما وقتی قرار شد روی پای خودش بایسته، مجبور به چیزهایی رو بیاره که تا قبل از اون به اون فکر نمیکرد و این دقیقاً با تبلیغ کردن، با بازاریابی کردن تونسته خودش رو یک کار رو سرپا نگه داره. همونطوری که شما یک سال یه نمایش روی صحنه بره و همیشه هم پر باشه، اتفاقی که قبلا نمی افتاد، یعنی اصلا دور از ذهن بود یه اثری 12 ماه روی صحنه باشه همیشه هم پر باشه، خیلی دور از ذهن بود. اما الان با استفاده از تبلیغات داره این اتفاق میفته و توی زمینه کتاب متاسفانه این اتفاق نیفتاده هنوز. اگر هم افتاده خیلی تک و توک، خیلی کم اتفاق افتاده، تبدیل به جریان نشده. شما تئاتر رو روی بیلبورد تبلیغاتی میبینید اما کتاب رو نمیبینید. اگر همین الان من از اینجا برم بیرون و یک کتاب رو ببینم رو بیلبورد است، خیلی تعجب زده میشم، میگم اصلا چه اتفاقی افتاده که همچین چیزی شده، در صورتی که واقعیتش این است که الان وقت اون شده که مخاطب با تبلیغات بتونه به محصول برسه. و یه چیز دیگه ای هم این وسط وجود داره، حوزه درآمدزایی توی کتاب قابل مقایسه با سینما و تئاتر شاید نباشه. با پایین اومدن تیراژ کتاب شاید یک کتاب خیلی امکان این که براش تبلیغات گسترده انجام بشه با این هزینه‌های انگفتی که الان وجود داره، خب امکانش وجود نداشته باشه، ولی میشه براش فکر کرد. حالا اگر بیلبورد نبود کار دیگه ای انجام بشه، نه مجموعه ای کار بکنه. حتما که من نمیشه برای هر کتابی مثلا شما فلان قدر هزینه کنید یه بیلبورد اختصاص بدید، ولی میشه راههای جاگزین رو پیدا کرد. باید فکر بشه، باید ایده پیدا بکنن که ناشرای ما این کار رو انجام نمیدن. من دوباره میخوام گریز بزنم به همون بخش و همون صنعتی که داشت تموم میشد و مجدداً احیا شد. خاطرمون هست اگر تئاتری قرار بود اجرا بشه، پوسترش توی کافه های شهر برای اینکه مخاطب خاص بود، قشر روشنفکر مثلا قرار بود فقط برن تئاتر ببینن و فکر میکردن که خب قشر روشنفکر کجاست؟ توی کافه است، پس ما بریم اونجا پوستر بزنیم که بیاد که تئاتر ما رو ببینه. بعد از اینکه فضای دیجیتال اومد اصلا متحول شد به شکل خیلی ویژه‌ای. این تحول خودش رو نشون داد. هزینه شاید بعضن برای تئاترایی که بیلبورد میرن، خب اونجا سرمایه گذاری سنگین شده، بازیگرا به شکل خیلی جدی هر کدومشون مبالغی رو دارن دریافت میکنن که بیلبورد باید بره که اونو پر بکنه. اما تئاترهای معمولی در فضای مجازی توی فضای دیجیتال دارن همچنان تبلیغ خودشون رو میکنن و مخاطب خودشون رو هم دارن. این صنعت نشر با این کارها هم میتونه با هزینه‌های کم بتونه خودش رو بیاره، برای اینکه رسانه لزوما رسانه به معنای خبرگزاری نیست. مدیوم های متفاوتی هست که از هر مدیوم شما میتونی استفاده بکنی برای اینکه مخاطب بفهمه شما چی داری. و این اتفاقه رو فکر میکنید چقدر این انتشارات ما فاصله دارن با این اتفاق که متوجه بشن مدیوم هایی هست که بتونن ازش استفاده بکنن. خب یک بخشی از این کار داره انجام میشه توسط یک سری از ناشرا و یک بخش دیگه ای هم انجام نمیشه چون ناشراشون هنوز به این باور و به این شناخت پیدا نکردن. حالا چقدر طول میکشه تا اونها هم به این شناخت برسن، خب دیگه پیش بینیه که نمیدونم واقعا چقدر طول بکشه. اما با این شرایط ناشری که میخواد کار کنه و میخواد بمونه باید به این مسئله تن بده، باید بدونه که بازاریابی نکته مهمیه، تبلیغات نکته مهمیه، باید پشت یک اثر بیسته، بتونه برای خودش جریان سازی بکنه تا کتابش دیده بشه، وگرنه خب به مرور زمان با شکست روبرو میشه دیگه اگر پیش بره همینطور. خیلی ممنونم ازتون، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. جناب آقای نمکجیان عزیز یاد گرفتیم ازتون و
من واقعا هر مهمانی که میاد اینجا این جمله رو میگم به شهادت دوستان که من اینجا شبیه یک شاگرد سوال میپرسم که بتونم دانش خودم رو افزایش بدم و زوایای مختلف ماجرا رو بتونیم خوب نگاه بکنیم. خیلی ممنونم ازتون. ما یک استراحتی بکنیم بعد در خدمت مهمان بعدیمون هستیم انشالله. خیلی ممنون.